سلام دوستان، خیلی خیلی خوش اومدین به چنل خودتون نیتروکار. امروز قراره چالش تصادف در چهارراه رو با هم دیگه انجام بدیم با ماشین‌های مختلف. پس بزن بریم. خب اول از همه با پیکان شروع میکنیم. پیکان جون سالم به در برد. آسیب چندان زیادی ندیده. حالا نوبت به تیگو 8 رسید. بریم انجامش بدیم. خوشحال میشم که چنل منو سابسکرایب کنی و حمایتم کنی که بتونم محتواهای جذابتری تولید بکنم. تیگوهاش فقط جلوبندیش آسیب دید و یک بخشی از موتورش. ببینیم این تریلی در این تصادف چقدر آسیب میبینه. نابود شد کلا. اینم وضعیت این 132. بریم سراغ پژو پارس. فکر کنم 132 بعد جور آسیب دید، ولی پژو پارس دووم آورد و فقط یک چرخش کنده شد و موتورش آسیب دید. نوبت به سمند تاکسی رسید. اینم قسمت جلو و عقب و سمت رانندش ضربه خورده سمند و سپر 132 که افتاده اینجا. ببینیم خود 132 چه اتفاقی افتاده واسش. و آیتم آخر که به دنا میرسه و ببینیم چقدر آسیب میبینه. 132 که واسه خودش رفت و اکثر ماشینا خوب دووم آوردن توی این تصادف، توی این چالش. دنا هم جزو همون است و فقط موتورش آسیب دیده.